آخرا کانال پرویستیوی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تیک توک نواری رو نشر کرد که در آن در رفت درس خواندن آموزگار را دشنام می‌دهند و سخنان قوی می‌گویند. مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که بعد نشر مواد با دستور وزیر معارف و علم سید زوده گروه کوری تأسیس یافته نوار نشر شده مورد تحقیق قرار داده شده شخصیت خواننده معین کرده شد. در رفت سنجش معلوم گردید که قهرمان نوار خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 نویه فرخار همزمان فرزند دیرکتور امین مؤسسه رستم ابراهیموف بوده. حالت مذکور 6 اکتبر سال جاری در رفت درس زبان و ادبیات تاجیکی رخ داده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 با آموزگاران و خوانندگان صحبت دایر گردیده. سپس با اشتراک هیئت آموزگاران شورای غیر نوبتی پداگوژی برگزار گردیده مسئله مذکور مورد بررسی و محاکمه قرار داده شده. با نظرداشت تکلیف و پیشنهادهای اعضایان شورا قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در نتیجه با فرمایش‌های مدیر شعبه معارف نویه فرخار از 13 اکتبر سال 2022 تحت رقم 46 دیرکتور مؤسسه رستم ابراهیموف و معاون دیرکتور هیئت به کارهای تربیوی محبوبه فتوحووا از وظیفه اشغال نمودهشان آزاد گردیدند. وابسته به رفتار دغلانه خواننده نیز از جانب مسئولین خدمات کار با نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فرخار مواد ترتیب داده شده جهت اندیشه چاره‌های دخلدار انتظامی در بررسی قرار دارند. همزمان نسبت به مدیر شعبه معارف نویه جهت بی‌نظارتی و درست برای نمودن کارهای تربیوی در مؤسسه‌های تعلیمی مجازات انتظامی تطبیق گردید.